سلام، به تیکت تیوی خوش اومدین و امروز 10 تا از گاف‌ها و سوتی‌های بازیگر رو داریم. شماره 1 جنیفر لارنس و افتادن در مراسم اسکار. جنیفر لارنس در سال 2013 برنده بهترین بازیگر نقش زن برای فیلم دفترچه امیدبخش شد و طبق معمول مست بود و وقتی داشت از پله میرفت بالا افتاد. فکر کنه اولین بار و تنها باری که اسکار بردی و همه با این اتفاق یادشون بیاد. و وقتی که بالاخره به پشت میکروفون رسید، خودش گفت که خیلی شرم‌آوره که وقتی اسکار بردی توی پله بیفتی. و خودش سر شوخی رو با خودش باز کرد و تا مدت‌ها باهاش داشتن جوک درست می‌کرد. لالالند و مونلایت در اسکار 2017. در مراسم اسکار 2017 به اشتباه اعلام شد که فیلم لالالند برنده جایزه بهترین فیلم شده، در حالی که در واقع مونلایت برنده شده بود. و وقتی که عوامل لالالند داشتن ذوق می‌کردن و خوشحالی می‌کردن، مجری اومد رو صحنه و گفت که اشتباه صورت گرفته و تا چند دقیقه بعدش هم فکر می‌کردن که دارن شوخی می‌کنن، ولی در واقع مشخص شد که واقعا مونلایت برده بوده. شماره 3 آرنولد شوارتزنگر و تلفظ اشتباه اسم فیلم. آرنولد در یک مسابقه تلویزیونی نام فیلمی که توش بازی کرده The Expendables رو به اشتباه Expendables تلفظ کرد و به خاطر همین اشتباه خیلی ساده و کوچیک تا مدت‌ها تو اینترنت سوژه شده بود. شماره 4 و عجیب‌ترین مورد لیست از نظر من، رابرت پاتینسون و لباسای زنانه. رابرت پاتینسون در یک مسابقه تلویزیونی گفت که به بویدن لباسای زنانه علاقه داره و حالا 1% تو از این کار خوشت میاد، آخرین کاری که باید بکنی اینه که بیای تو مسابقه تلویزیونی اعلامش کنی. ولی به هر حال این اظهار نظر باعث شد که تعداد زیادی از طرفدارانش تعجب کنن که یه چیز عادیه و به طور گسترده مورد تمسخر و شوخی قرار بگیره. شماره 5 مگان فاکس و رایان گاسلینگ. مگان فاکس در یک مصاحبه با جی لنو به اشتباه گفت که روی رایان رینولدز کراش داره، در حالی که منظورش در واقع رایان گاسلینگ بود و این اشتباه ساده باعث واکنش رایان رینولدز و بسیاری از هواداران این دو بازیگر شد. شماره 6 آشتن کوچر و نام همسرش. آشتن کوچر در یک مصاحبه تلویزیونی به اشتباه نام همسرش میلا کونیس رو دمی مور تلفظ کرد و حالا دمی مور که همسر سابقش. بعد از این سوتی بزرگ توسط مردم مورد شوخی قرار گرفت و قطعا از طرف همسر فعلیش هم مورد شوخی‌های فیزیکی قرار گرفته. شماره 7 سوفیا ورگانا و تقلبش. سوفیا ورگانا توی یکی از مصاحبه‌هاش برای حفظ کردن یک کلمه مشکل داشت و اون رو روی دستش نوشته بود، ولی توی مصاحبه فهمید که وقتی که توی خونه اون رو نوشته عینک رو چشمش بوده و الان از این فاصله نمیتونه اون کلمه رو بخونه. شماره 8 داکوتا جانسون و لیموها. توی یکی از ویدیوهایی که داکوتا توی خونش گرفته بود، اون داشت آشپزخونه رو نشون میداد و یه ظرف لیمو روی میز بود. بعدش به طرز عجیبی از علاقش به لیمو و اینکه همیشه یه ظرف ازشون داره میگفت که یکم عجیبه، ولی چند وقت بعد توی این مصاحبه با جیمی فلن گفت که اصلا نمیدونست اون لیموها اونجان و صحنه از قبل چیده شده بوده و دیده که خیلی عجیبه که یه ظرف لیمو داشته باشی، واسه همین این حرف رو زده بود که یه جوری لیموها رو توجیه کنه. شماره 9 مارگو رابی و عروسکش. این سوتی حساب نمیشه ولی خب جالبه. مارگو رابی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته که یه عروسک خرگوش به اسم بانی داره و کلمه بانی به انگلیسی یعنی خرگوش و مثل این میمونه که یه خرگوش به اسم خرگوش داشته باشه که هر شب توی تخت با هم میخوابن و شوهرش از این کار خوشش نمیاد و هر شب بهش میگه که این رفتار خیلی عجیبه و تلاش‌های متعددی برای پرت کردن بانی به بیرون از تخت انجام داده ولی خب با شکست روبرو شده. شماره 10 سیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک. معروف‌ترین مورد این لیست که یکی از بزرگترین اشتباهاییه که یک نفر میتونه انجام بده، یعنی سیلی زدن به مجری اسکاره که میتونه آینده یک نفر کامل تغییر بده. ویل اسمیت توی مراسم اسکار 2022 به خاطر اینکه کریس راک با کچل بودن همسر ویل شوخی کرد که بر اثر یک بیماری ایجاد شده بود، بهش سیلی زد و با اینکه چندین بار عذرخواهی کرد اما از سینما کنسل شد. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، چنل رو ساب کنین و اگه حرفی سخنی چیزی هم باقی موند کامنت بذارین. تا ویدیو بعدی.